کوم نکات پاتې دي تاسو هیلهمن یې چې سبا یا بله ورځ خب شما کدوم نشست؟ البته این نشست درست که بین مردم افغانستان یا کسایی که نمایندگی میکنه از یک نظام بین تحریک طالبان خب نشستی بود که ما تانستیم که همه گپ‌های خود را هر دو طرف بین هم بگوییم و ای که از طرف افغانستان که از کابل آمده بودیم البته نمایندگی از قلب افغانستان میکردیم از بخش‌های مختلف افغانستان بود حتی از اقوام مختلف از اقشار مختلف که از ما تانستیم که در اینجا بحث و صحبت‌های داشته باشیم. درست است که خوب اگر مشکلات نمی بود اختلاف نظرات نمی بود در اینجا ما جمع نمی شدیم و کشورهای زمینه را مساعد نمی کرد که ما را بین هم بشنه. درست اختلاف نظرهای وجود داره ولی ما امیدوار هستم که در نشست‌های بعدی بالاخره به یک نقطه برسیم که هر دو طرف توافق داشته باشیم. البته درست است که یک دیالوگ بود، یک گفتمان بود، نه ای که یک مذاکرات رسمی باشه. همه به هر صورت دیدیم که اختلاف نظرهای هم وجود داشت و نقاط مشترک هم وجود داشت. ضرور است صلح یک پروسه است، به یک روز دو روز نتیجه نمیده، وقتهای بیشتر را میگیره. ما آرزو امیدوار هستم که در نشست‌های بعدی این مسائل آهسته آهسته حل شود. اختلافات چی بود تا حالا؟ مشخص نمیشه.